لحظه های حساسی بود. هر کس که آیین ایرانی را میدانست یا موسیقی مینواخت یا حتی به زبان پارسی سخن میگفت از دم تیغ میگذشت. شکر یزدان پسری از سیستان، یعقوب لیث، در این بزنگاه شمشیر به دست گرفت و بر علیه تازیان کشید. او به یاری مردم آزاده سیستان دولت ملی تشکیل داد و با لشکرکشی‌های فراوان کرمان، خراسان، نیشابور، طبرستان، فارس و خوزستان را به قلمرو خودش اضافه کرد. در آن زمان خط و زبان عربی به عنوان زبان درباری بود. اولین کاری که یعقوب بعد از تسلطش انجام داد رسمی کردن زبان پارسی بود. یکی از نامه‌های یعقوب که به خلیفه با زبان پارسی فرستاده بود حاوی این جملات است: من زاده بزرگان از دودمان جم و وارث تاج و تخت عجمم. من زنده کننده آن عزتم که از دست رفته. من آشکارا طالب انتقامم. درفش کاویان همراه من است. به بنی هاشم بگو پدران ما شما را صاحب دولت و سلطنت کردند. شما پاس خدمت آنها را نگاه نداشتید. از این پس به حجاز برگردید، چرا که به زودی بر تخت پادشاهان خواهم نشست. بعد از نامه یعقوب، خلیفه به تمام حجاج و ایرانیان که بیشترشان مسلمان شده بودند نامه نوشت: من المعتمد جانشین بر حق پیامبر اسلام هستم و یعقوب لیث فردی کافر است که بر علیه دین خدا به پا خواسته. مبادا که به سپاه او بپیوندید و او را یاری کنید که عذاب جهنم و خشم خدا را برای خود خریده اید. این نامه باعث شد سواران یعقوب سست و بسیاری از مردم از همراهی یعقوب سرباز زنند. توی ویدیو بعد هم راجع به توی ویدیو بعد هم راجع به تاریخ باشکوه سیستان و بلوچستان صحبت خواهم کرد.